توی RGTV قبلی راجع به یه چارت صحبت کردیم که اون چارت تو شرایط آزمایشگاهی نامگذاری شده. بخشی از اون چارت تعریف شده برای اسامی جریان‌های آبی است. یکی از اون جریان‌های آبی که متداول تمام دره و تو هر شرایط آبی باهاش سر و کار دارن جریان‌های هیدرولیک. اگر هیدرولیک رو بخوایم به صورت خلاصه‌وار توضیح بدیم، اختلاف سطحی که در یه دره شکل میگیره باعث ایجاد یه آبشار میشه. یعنی به نوعی اگر شما اینجا این اختلاف سطح رو نگاه کنید، اگر ورودی آب از سمت دست راست من باشه و انتهای کار دره دست چپ من باشه، این اختلاف سطح اینجا یه آبشار شکل میده. ما با این قاعده این آبشار کار نداریم، میایم روی سطح. ببینید آب زمانی که از بالا به سمت پایین بر اثر نیروی جاذبه کشیده میشه، در زیر سطح تقریبا شاید بستگی به دبی ورودی این جریان داره، سرعت این جریان چقدر هست، اما تقریبا متداول 20 سانت 25 سانت زیر سطح پایینی آب یه جریان شکل میگیره، از سمت ورودی بالا به سمت داخل کشیده میشه و بعد برمیگرده به سمت آبشار. یه حرکت دورانطوری همینجوری متداول هست تا زمانی که نظم ورودی آب به هم نریزه. اگر نظم ورودی آب به هم بریزه، شما کوچکترین حرکتی داخل بالای آبشار انجام بدید، این دبی ورودی تغییر کنه، نظم این قاعده این دوران هم به هم میریزه. هرچی این دوران رو شما به مرکز کار نزدیکتر میشین، سرعت بالاتری داره ولی قدرت کمتری. به این نکته خیلی توجه کنید. سرعت چرخش بالاتره در محور ولی قدرتش کمتره. هرچی شما به سطح نزدیکتر میشی، توی اون نقطه A بود که گفتم برای دره‌نورد خطرناکه، هرچی شما توی سطح نزدیکتر میشی سرعت دوران کمتره اما قدرتش به شدت بالاتره. یعنی اگر یه دره‌نورد توی یه پرش داخل این نقطه جوشش و قبل از نقطه جوشش وارد بشه، اگر داخل محور مرکزی قرار بگیره، حالا شما این حجم رو توی یه دایره خیلی بزرگ در نظر بگیرید، توی قسمت وسط در قرار بگیره، خیلی سریع حالت بدنش از دست میده و نمیدونه تو کدوم نقطه قرار گرفته، ولی حول یه محور خیلی آروم میچرخه. اما به محضی که یه مقدار تقلا میکنه برای خروج از این منطقه، یعنی به سطح بیاد، توی نقطه A قرار میگیره و اونجا متوجه عمق فاجعه و حجم آبی که باهاش داره بازی میکنه قرار میگیره. ببینید خیلی بپرهیزید از این جریان هیدرولیکی و من بهتر این جریان هیدرولیکی رو زیاد باز نکنم، روش خروج ازش رو بیشتر روش کار بکنم. شما در نظر بگیرید که اینجا ما محور چرخش رو داشتیم، عین دقیقاً یه ماشین لباسشویی شما رو داره میچرخونه. چطور باید از این جریان هیدرولیکی خارج بشیم؟ خب این بستگی به شیب دبی ورودی آبشار داره، چیزی که ما در نوردا زیاد در نظرش نمیگیریم. اگر آبشار به صورت عمود وارد بشه، جریانی که این زیر سطح پدیدار میشه یه جریانی هست که تقریبا میشه گفت به راحتی میشه ازش خارج شد. تکنیکش هم به این حالت هست: شما روی نقطه اولیه آبشار قرار میگیرید و هدفگیری میکنید برای پرش. ما توی دره‌نوردی چیزی نداریم به اسم گام برداری، شما بری از عقب بدو بیای بعد بیای به نقطه یه لحظه مکس کنی بعد بپری. این خطاییه که باعث مرگ یه دره‌نورد توی جریان‌های آبی میشه. شما باید روی یه نقطه تمرکز کنید و گام برداری درست انجام بدین و جلوی خط جوشش آب، یعنی نقطه‌ای که این آبشار به سمت پایین ریخته میشه و اینجا این حرکت دورانی رو ایجاد میکنه، این حرکت دورانی از سطح مقدار زیادی اکسیژن رو به خودش دریافت میکنه و به زیر میبره
و از قسمت بالایی هم روی سطح آب مقدار زیادی اکسیژن وارد آب میشه. این اکسیژن باید از آب خارج بشه، پس تمایل و میل به سمت بالا داره. قسمتی که دوران شکل میگیره این اکسیژن با آب ترکیب میشه و از قسمت انتهایی بعد از اینکه این چرخشو تونست دور بزنه از این قسمت انتهایی خارج میشه. شما روی سطح آب یه نقطه جوشش میبینید. این نقطه جوشش همراه با تراکم بسیار زیادی از اکسیژنه. سعی کنید بپرهیزید از وارد شدن به این نقطه جوشش، یعنی پریدن داخل این نقطه جوشش. دلیلش رو توضیح میدم. شما باید گام برداری رو طوری انجام بدید که جلوتر از این نقطه جوشش داخل آب وارد بشید. حالا روش وارد شدن به این نقطه رو براتون توضیح میدم. چرا میگم که توی نقطه جوشش وارد نشید؟ به دلیلی که شما وقتی داخل نقطه جوشش وارد میشید، نقطه جوشش تراکم ساختاری خیلی زیادی از اکسیژن داره و اکسیژن داخل آب غوطه‌ور شده. وقتی شما پرش میزنید، جام میزنید داخل نقطه جوشش، به دلیل ساختار اکسیژن زیادی که داخل آب حل شده شما بیشتر نفوذ میکنید در آب. اگر مثلا شما در یه آب معمولی راکت پرش بزنید، جام بزنید، شاید مثلا 1 متر 1.5 متر زیر آب برید، اما در نقطه جوشش شما تا بستر رودخونه کف به سمت پایین میرید. حالا شما حساب کنید توی نقطه جوشش پریدین و تا بستر کف رودخونه هم رفتین. اونجا اجازه نمیده شما جهت رو بشناسین که خروجی آب کدوم سمت هست. برفرض بگیریم شما خروجی آبم اینطوری تصور کردین که روبروی شما قرار گرفته. به محضی که پرش اینجوری اتفاق میفته شما باید به صورت افقی برگردین و میل به سمت خروجی آب خارج بشین. فقط کافیه توی این نقطه یه مقدار پاتون رو حرکت بدین. این چیزی بود که من برای دوستان توضیح دادم. شنای کرال سربالا باعث میشه که شما بدون زدن پا باعث میشه شما از هر جریانی خارج بشین. کوچکترین حرکت شما داخل این غوطه‌وری آب، یعنی در نقطه جوشش، باعث میشه اون سیستم هیدرولیکی که داره شکل میگیره دورانی و با یه سرعت متغیر داره میچرخه، نظم قاعدش به هم میخوره. دقیقاً این اختلاف براش شکل میگیره. شما نگاه کنید این جوشش داره به این حالت میچرخه زیر جریان، شما اینجا پاتون قرار بدین. به محضی که شما اینجا پا میزنید و این سیستم به هم میخوره، حجم خیلی زیادی از آب برمیگرده روی پای شما و دقیقاً شناگر یا اون فرد درنورد رو به زیر میکشه. این زیر کشیدن کار باعث میشه شما واقعاً وارد جریان هیدرولیکی میشین و این هیدرولیک اگر سطح شیب بالایی داشته باشه به راحتی ازش خارج نمیشین. پس یکی از نکاتی که شما میتونی از یه جریان هیدرولیکی خارج بشی اینه که جلوی نقطه جوشش بپرین و به هر دلیلی اگر داخل نقطه جوشش پریدین هول نکنید، سعی کنید به عمق برید. یعنی اگر خب متاسفانه جیلی‌های لایفی که ما استفاده میکنیم، این لایف ها باعث میشه که ما توی همون نقطه A گرفتار باشیم، یعنی بیشترین حجم چگالی رو داریم، بیشترین حجم جنبش مولکولی رو داریم و این نقطه A باعث این میشه که شما بک بزنید و به عقب برگردید و وارد جریان بشید. ببینید نکته‌ای که خیلی حائز اهمیته این هست که قبل از اینکه اقدام بکنید برای عبور از یه جریان هیدرولیک به این نکته توجه کنید که اختلاف سطح بستر رودخونه رابطه مستقیمی با قدرت و سرعت یه جریان هیدرولیکی داره. یعنی به نوعی هر چقدر این آبشار به سطح کار نزدیکتر باشه و دارای شیب افقی بیشتری باشه، مثلا یه شیبی در حدود بین 45 درجه تا 60 درجه، سرعت دوران چرخش و قدرت هیدرولیکی که اینجا شکل میگیره خیلی قوی تر هست و حائز اهمیت براتون باشه به صورت دیداری به آبشار نگاه بکنید. هر چقدر شیب سطح بالاتری داشته باشه قدرت هیدرولیک بالاتر هست، هر چقدر شیب عمودتر باشه
قدرت هیدرولیک کمتر میشه ولی به مراتب خروج ازش بسیار راحت تره.